روز دوشنبه ده جوان افغان در شهر کابل مراسم رمزی جنازه حکومت وحدت ملی افغانستان را برگزار کردند. به گفته آنها حکومت در مقابل خشونت سراسری در افغانستان هیچ قدرت ندارد. اعتراضگران استعفای رهبران نهادهای امنیتی افغانستان را طلب کردند، زیرا به عقیده آنها دولت از حمله طالبان و گروه دهشت افکن به نام دولت اسلامی جلوگیری نمی کند. در پایان گردهمایی جوانان تابوت رمزی را آتش زدند. روز 9 مارس سلاح بدستان به شفاخانه نظامی کابل حمله کرده 49 نفر را کشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت. روز دوشنبه در جلسه حکومت افغانستان رئیس اجرایی آن عبدالله تاکید کرد مسئولیت اصلی حمله ها در سراسر افغانستان بر دوش طالبان است، زیرا محض همین گروه فضا برای راه اندازی چنین حمله ها را فراهم کرده است.